السلام علیکم دوستان عزیز. امروز ادامه میدیم به حل کردن مسئله‌های مرکز ملی تستی و امروز سوالای گشوده یک چند سوال گشوده آن را می‌بینیم. سوال گشوده رقم مثال رقم 1 حساب کنید. در اینجا مثال داده شده است، ما باید این را حساب کنیم. میتوانیم این را قدم به قدم اجرا کنیم. یعنی قدم اول داخل قوس، قدم دوم داخل قوس رو با این کسر ضرب میزنیم و قدم سوم باز داخل قوس پایان‌انگی و غیره. در اینجا طرح داریم. انا همین مثال هم باید کار کرده بینیم. بیایید همین طوره که من اون رو کار میکنم، یعنی به قدم و شروع میکنیم. در اینجا 6 بوتون 3 تقسیم 5 رو با کسر نادرست میگردونیم. 6 ضرب 5 جمعی 3، یعنی برای با کسر نادرست گردوندن ما باید عدد بوتون رو با مخرج ضرب کرده حاصل اون رو با صورت جمع کنیم. یعنی 6 ضرب 5 30 جمع 3 33 و مخرج به تعداد 5 میمونه، یعنی 33 تقسیم 5. در اینجا ترتیب باز همین طور 3 کرده 14 42 ضرب جمع 3 45 تقسیم 14 و همین ضرب 5 بوتون 5 تقسیم 6. این را هم با کسر نادرست میگردونیم. این میشه که 35 تقسیم 6 در پایان باشه 21 تا 1 درصد 25 داریم که این میشه 19 درصد 75 یا اینکه 1975 تقسیم بیاید همین 19 درصد 75 می‌نویسیم و تقسیم 25. در اینجا 19 درصد 75 یعنی 21 تا 1 درصد 25. ما میتونیم 1 درصد 25 و 125 تقسیم 100 نویسیم. به این هم انا همین 1975 تقسیم 100 میدون اومد و ادامه میدیم. 33 تقسیم 5 تقسیم 14 تقسیم 45 تقسیم 14. در اینجا مخرج عمومی آنها میشود 70 و به اینجا میرسد 14 کرد، به اینجا میرسد 7 کرد و 14 ضرب 33. بیایید اول مخرج عمومی آنها رو می‌نویسیم که 70 میشود و در اینجا داریم 14 ضرب 33 ضرب می‌کنیم. 4 کرد 3 12 2 1 برابر و 4 کرد 3 12 1 کرد 3 12 جمع 3 15 با 1 برابر 16 6 1 برابر باز و 1 کرد 3 با 1 برابر 4. در اینجا 462 داریم طرحی. در اینجا 462 داریم طرحی 7 ضرب 5 در اینجا 5 یعنی 70 مخرج عمومی شد. با اینجا 5 میرسد، با اینجا میشه 14 و 5 ضرب 45 میشه 5 کرد 40 225 باز ضرب 35 تقسیم 6 و در اینجا میشه 19 و 75 تقسیم 25 رو میتوانیم کسرکی هم نویسیم و بیاید انا همین 19 و 75 تقسیم 25 یعنی من یک گروه نویسم 19 و 75 کسر 25. من صورت و مخرج رو با 100 ضرب میزنم. در اینجا ویرگول یعنی 1975 میشود، در اینجا میشه 2500 میشود و برابری. در اینجا 462 تا 225 رو میبینیم. 462 تا 225 طرح کردن میبینیم که از 12 5 رو گیریم 7 از 5 2 رو گیریم 3 و از 4 2 رو گیریم 237. پس در اینجا داریم 237 تقسیم 70 ضرب 35 تقسیم 6 باز تقسیم 1975 تقسیم 2500. اکنون ببینید که در اینجا 35 رو با 70 اختصار کردن ممکن است، یعنی در اینجا از بس که ضرب کسر خود داریم ما میتوانیم صورت رو با صورت و مخرج رو با مخرج ضرب کنیم و در جای 70 بیایید ما می‌نویسیم که 2 ضرب 35 یعنی 2 ضرب 35. همینطور 35 رو میروند 1975 رو باشد، یعنی با 2500 یعنی هر بیون ها با 5 کرکی هستند. ما میتونیم اون رو عوض کنیم. 2500 رو می‌نویسیم که 500 ضرب 2500 بله 5. 1975 رو می‌نویسیم که در اینجا اگر ما 400 رو با 5 ضرب کنیم 2000 میشود، ولی 395 رو ضرب کنیم با 5 1975 میشود.
پس در اینجا ما می‌نویسیم که 395 ضرب 5. پس در اینجا اختصارات میشود. در اینجا 35 با 35 اختصار میشوند. 5 با 5 میمونند 237 و بیاید اول یک بار می‌نویسیم 237 تقسیم 2 ضرب 6 12 تقسیم 395 تقسیم 500 و در اینجا باشد اینها رو اعضاهای کناری می‌بینند. وقتی ما چنین کسر رو می‌بینیم می‌توانیم اعضاهای کناری رو در بالا نویسیم و ضرب کنیم، یعنی 237 ضرب 500 تقسیم 12 ضرب 395 اعضاهای مبینی رو در پایان ضرب کرده می‌نویسیم 12 ضرب 395 و ببینید که در اینجا بیاید 500 رو می‌نویسیم که 5 ضرب 100. یعنی در اینجا می‌توانیم که فکر کرده علاقه زود به عددهای کلان اصلاح کنیم، یعنی اختصار کنیم، ولی چیزی که در سرمون میاد اون رو اول می‌نویسیم 5 ضرب 100 و 395 رو می‌نویسیم که اگر در اینجا 400 باشد میشود 80 ضرب 5 ولی در اینجا 395 است، پس 79 ضرب 5 میشود، یعنی در جای 395 رو می‌نویسیم 79 ضرب 5. 12 رو باشد می‌نویسیم 3 ضرب 4. 237 رو باشد می‌نویسیم، یعنی با 3 اصلاح میشود، با 3 اختصار میشود 237، یعنی 23 با 3 میشود 21 با 3 7 باز 27 دیگر 9 یعنی 209 یعنی 79 باز 79 میشود، یعنی 237 رو می‌نویسیم 79 ضرب 3. پس ببینید در اینجا 79 با 79 3 با 3 و 5 با 5 اختصار میشن، میموند 100 تقسیم 4 که میشود 25. میگذاریم بحال کردن مثال دومی سوالای شده. 4 در درجه 9 از 5 داریم در اینجا و یعنی دیگر عددها هم داریم در درجه کسر، یعنی 9 از 5 این یک تقسیم 2 هست. وقتی ما یکم عدد داریم، یکم عدد در درجه کسر فرض کردیم که n تقسیم m، در اینجا انا همین n یعنی صورت انا همین عدد این درجه خودی، صورت انا همین کسر این درجه عدد میشه، یعنی a در درجه n و m باشد مخرجش این میشه ریشه اون، یعنی درجه ریشه درجه m از a در درجه n، یا اینکه a ریشه درجه m از a عموما در درجه n چون این نوشته میتونیم، یعنی 4 در درجه 9 از 5 در اینجا مینوس 9 از 5 معنی اون رو داره که 1 تقسیم 4 در درجه 9 از 5 و در اینجا نیست همین طور 1 تقسیم همه این داخل قوس در درجه 9 از 5 و درجه 9 از 5 این میشه 1 تقسیم 2 و 1 تقسیم 2 میشه ریشه عدد موافقاً همین فرمول. پس در اینجا 9 از 5 میشه ریشه 4. ریشه 4 رو ما میدونیم که 2 میشود، یعنی در اینجا ریشه 4 داریم که این بر 2 برابر میشود. پس در اینجا 2 می‌نویسیم در طور جمعی در اینجا 8 در درجه 1 تقسیم 3 موافقاً همین فرم می‌بینیم که در اینجا میشود 3 مراتب ریشه 8 در درجه 1، یعنی صورت این 1 است. جمعی در اینجا تقسیم داریم، اول انا همین عمل رو باید انجام می‌کنیم، یعنی 2 بوتون 1 تقسیم 3 رو تقسیم می‌کنیم و 1 بوتون 5 تقسیم 6 ولی پیش از این ما اونها رو با کسری درست می‌گردونیم. در اینجا 2 ضرب 3 6 جمعیت 7 تقسیم 3 در اینجا تقسیم اونم اول 1 بوتون 5 تقسیم 9 میشه 1 ضرب 9 جمع 5 14 تقسیم 9 تقسیم در اینجا دارم 4 از 8 این رو می‌نویسم 48 تقسیم 10. باز در اینجا دارم ضربی این رو هم با کسری درست می‌گردونیم 6 کرد 3 18 جمع 2 20 تقسیم 3 یعنی مخرج همین به تغییر میموند تغییر 31 و 25 همه این در درجه مینوس 9 از 5 برابری. بینید که در اینجا چی داریم 1 تقسیم 2 3 مراتب ریشه 8 یعنی کدام عدد رو 3 مراتب با خودش ضرب داریم که 8 شود، البته که 2 ضرب 2 میشه 8 پس در اینجا 2 میشود. بینید در اینجا میتونیم کسر رو چنین نویسیم،
وقتی ما دو کسر رو تقسیم میکنیم میتوانیم کسر یکم رو همین طرف نویسیم، تقسیم رو به ضرب تبدیل داده کسر دوم رو چپا گردونیم، یعنی 9 تقسیم 14 9 تقسیم 14 و اینجوری من میتوانم 9 و 14 رو به 7 و 3 اختصار کنم. چطور 9 رو مینویسم که 9 رو مینویسم 3 ضرب 3، 14 رو مینویسم 7 ضرب 2 و از بس در اینجا هنگام ضرب کسرها ما میتوانیم صورت کسر اول رو و صورت کسر دوم ضرب بزنیم و مخرج رو هم به مخرج کسر دوم. بعد اینجا 3 به 3 اختصار می شود، 7 به 7 اختصار می شود و در عموم در اینجا میموند 3 تقسیم 2. ببینید 1 تقسیم 2 جمع 2 جمع 3 تقسیم 2 رو اون مخرج عمومی 2 میدهیم و این میرسد 1، این مخرجش 1 است و این میرسد 2 و این هم میرسد 1. پس مینویسیم 1 ضرب 1. اول مخرج عمومی رو مینویسیم که در اینجا 2 داریم، در مخرج عمومی 2 1 ضرب 1 1 جمع 2 ضرب 2 4 جمع در اینجا 1 ضرب 3 3 و باز تقسیمی انا همین پایان رو بینید چی طور مینویسیم 48 رو من به 3 و 20 رو به 10 اختصار میکنم. 48 به 3 16 میرسد، یعنی در جای 48 من مینویسم 16 ضرب 3، در جای 20 مینویسم 2 ضرب 10 و در اینجا 10 و 10 و 3 به 3 اختصار میشوند، میموند 5 و 16 ضرب 2 یا اینکه 32. اگر از 32 31 و اصد در اینجا 31 و اصد 75 است، 31 و اصد 75 رو گیریم، از 32 31 و اصد 75 رو میگیریم، این میشود 9 و اصد 25. این میشود که 9 و اصد 25 در درجه مینوس 9 و اصد 5، یعنی 9 اصد در اینجا داریم 9 و اصد 25 در درجه مینوس 9 و اصد 5 و در اینجا داریم برابری 1 جمع 4 جمع 3 این میشود 8 تقسیم 2 4 تقسیم 9 و اصد 25 در درجه مینوس 9 و اصد 25. امیدوارم این رو چون نویسیم، یعنی 4 ضربی انا همین عددی که در درجه منفی است ما اون رو به بالا میبریم، درجه آن مثبت میشود، یعنی 9 و اصد 25 در درجه مثبت 9 و اصد 5 و دیگه خب عدد در درجه 9 و اصد 5 میشود ریشه انا همون عدد، یعنی 4 ضرب ریشه 9 و اصد 25 و ریشه 9 و اصد 25 میشود 9 و اصد 5. 4 ضرب 9 و اصد 5 این معنای نصف 4 رو دارد، نصف 4 میشود 2. یعنی جواب تستی دوم، جواب سوال گشوده دوم این میشود 2. مثال 5 با انا همین مثال های بالا مانند است و برای همین ما مثال 6 رو میبینیم. در اینجا ببینید که 2 ضرب ریشه 925 جمع 3 تقسیم 2 و خلاص انا همین ببینید 2 ضرب ببینید در اینجا جمع هست و در اینجا البته در اینجا بین 3 تقسیم 2 و کسر ضرب است و اول ما ضرب رو اجرا میکنیم. ببینید 2 ضرب ریشه 925 ریشه 925 این میشود 9 از 5 9 از 5 ضرب 2 ببینید 2 ضرب ریشه 925 میشود 9 از 5 جمع در اینجا 3 تقسیم 2 داریم و خلق شده کسرهای داخلی ریشه رو با کسیم رو درست میگردیم. 11 ضرب 99 جمع 100 میشود ریشه 100 تقسیم 9 جمع 1 عدد 9 جمع 7 16 تقسیم 9 در تحت ریشه. در اینجا برابری 2 ضرب 9 از 5 یعنی 2 تا نیم این 1 میشود 1 جمع 3 تقسیم 2 البته در اینجا ضرب هست 100 تقسیم 9 از ریشه میبرد میشود 10 تقسیم 3 جمع 16 تقسیم 9 هم از ریشه میبرد میشود 4 تقسیم 3 برابر 1 جمع 3 تقسیم 2 ضربی 10 تقسیم 3 این میشود جمع 4 تقسیم 3 مخرج هر بیاشون 3 است پس 10 جمع 4 میشود 14 تقسیم 3 مینویسیم 14 تقسیم 3 شد داخل قوس برابر 1 جمع اول ضرب رو اجرا میکنیم 3 تقسیم 2 ضرب 14 تقسیم 3 ها اختصار میشوند در اینجا 14 هم به 2 اختصار میشود 7 میموند 1 جمع 7 میشود 8 یعنی جواب تستی ششم این 8 بوده است. میگذاریم به حل کردن مثال هفتم. ببینید اول مخرج عمومی میدهیم از پس که مخرج های هر دوی این عددها گوناگون هستند مخرج عمومی میشود حاصل ضرب مخرج ها و با کسر اول و صورت کسر اول مخرج کسر دوم و برعکس
و صورت کسر دوم مخرج کسر اول میرسد. برای همین بیاید بنویسیم. یعنی در کل داریم ریشه 15 با ضرب 4 طرح ریشه 15. قوس رو میپوشیم. با این صورت کسر اول مخرج کسر دوم میرسد، یعنی 2 ریشه 15 طرح با صورت کسر دوم مخرج کسر طرح 30 حذف شده 4 طرح ریشه 15 در اینجا برابر خواستم پوشیدن رو فرموشن میسودیم. در اینجا داریم 2 ریشه 15 طرح 30 خواستم میپوشیم 2 ریشه 15 طرح 30 ضرب 4 میشود 120. در اینجا طرح داریم، در اینجا هم طرح داریم. هنگامی پوشیدن قوس پلوس میشه، یعنی جمع میشه. جمعی 30 ریشه 15 30 ریشه 15 تقسیمی ریشه 15 ضرب 4 داریم. در اینجا خواستم بکشویم، یعنی ریشه 15 ضرب 4 4 ریشه 15 طرح ریشه 15 ضرب ریشه 15 این میشود خود 15 برابر. در بالا ما چی داریم؟ در بالا داریم 2 ریشه 15 2 ریشه 15 جمعی 30 ریشه 15 این می شود 32 ریشه 15. بله 2 ریشه 15 جمعی 30 ریشه 15 یعنی 32 ریشه 15 داریم. باز طرح 120 32 ریشه 15 طرح 120 تقسیمی 4 ریشه 15 طرح 15 4 ریشه 15 طرح 15 برابر. ببینید از اینجا ما میتونیم یک چند چیز رو از قوس برآوریم. انا 32 120 رو ما میتونیم 4 ضرب 30 گوییم یا اینکه 30 ضرب 4 گوییم. 32 رو باشد 4 ضرب 8 گوییم. یعنی از اینجا ما میتونیم 4 رو از قوس برآوریم. در اینجا میموند 4 ضرب 8 32 در اینجا 4 ضرب 30 یعنی میموند ریشه 15 طرح 30. یا اینکه میتونیم خودی از اینجا 15 رو در اینجا 15 رو بذاریم، یعنی 120 رو میتونیم که 8 ضرب 15 بگوییم. این رو باشد 8 ضرب 4 بیاید همین تبدیل کنیم. یعنی 32 می‌نویسیم که 8 ضرب 4 ریشه 15 و طرح 120 رو می‌نویسیم 8 ضرب 15 و در اینجا باشد 4 ریشه 15 طرح 15 و در اینجا 8 رو از قوس میبریم 4 ریشه 15 طرح 15 تقسیمی 4 ریشه 15 طرح 15 یعنی انا همین اعضاء اختصار میشن میموند تنها 8. این بود مثال هفتم. مثال های 8 و 9 و مثال 7 مانند هستند. برای همه مثال 10 را دیده میبریم. در اینجا 3 طرح 2 ریشه 2 جمع 8 طرح ریشه 2 داریم و میتوانیم 3 رو همچون سوم 2 جمع 1 نویسیم و یعنی می‌نویسیم که با جای 3 می‌نویسیم که 2 جمع 1 باز طرح 2 ریشه 2 بعد ریشه رو می‌پوشیم جمع 8 طرح ریشه 2. ببینید که در اینجا چی داریم؟ در اینجا 2 رو میتوانیم ریشه 2 در کوادرات نویسیم، یعنی در اینجا ریشه کلان ریشه 2 میتوانیم 2 رو ریشه 2 در کوادرات نویسیم ریشه 2 در کوادرات. میتوانیم این رو پیش از پیروز یک نویسیم، یعنی مینوس 2 ریشه 2 نویسیم. نویسیم هم درست میگیرید بله می‌نویسیم چون که با فرم همون ضرب مختصر مانند شود. یعنی ببینید که در اینجا ریشه 2 در کوادرات طرح 2 ریشه 2 جمع 1 در کوادرات داریم. یعنی ما میتونیم که در اینجا چی نویسیم؟ ریشه 2 در کوادرات طرح 2 ریشه 2 ضرب 1 کردن این هیچ کاری نمیکند، یعنی میتونیم 2 ریشه 2 نویسیم. یعنی ما میتونیم با هزار عدد رو با 1 ضرب کنیم و در اینجا جمع 1 باز می‌نویسیم. یعنی انا همین جمعیت رو من در اینجا نوشتم و این ضرب 1 رو باشد از خودم زیادی ضرب 1 کردم، یعنی این تغییرات در اینجا تغییرات وارد نمی‌کنم. و ببینید که در اینجا فرمای ما با فرمای ضرب مختصر مانند، یعنی ریشه 2 طرح 1 در عموم در کوادرات
باز جمع 8 طرح ریشه 2. از بس که داخلی بیاد من می‌نویسم که داخلی ریشه شد ریشه 2 طرح 1 در کوادرات. یعنی اگر من همین رو بشویم میشود ریشه 2 در کوادرات طرح 2 ضرب ریشه 2 ضرب 1 باز جمع 1 در کوادرات، یعنی 1 در کوادرات که تحت ریشه جمع 8 طرح ریشه 2. و در اینجا من حاصل میکنم که ریشه 2 اینجا کوادرات با ریشه اختصار میشود ریشه 2 طرح 1 جمع 8 باز طرح ریشه 2. اینجا ریشه 2 باز ریشه 2 اصلاح میشود میماند مینوس 1 پلوس 8 میشود پلوس 7. و این بود مثال دهم. مثال‌های 11 و 12 و مثال 10 مانند بودند. برای همین ما کار می‌کنیم مثال 13 را داریم. ریشه 5 جمع ریشه 3 تقسیم ریشه 5 بله ضرب 25 در 5 ریشه 15. بیاید انا همینجا رو به ترتیب می‌نویسیم و اینجوری در اینجا وقتی که ما یک مخرجی انا همین میتونیم انا همین قسمی انا همین اعضا رو همچون کسری مخرجش یک نویسیم. برای همین از بس که این صورت انا همون کسر میشه انا همین صورت با صورت ضرب میشه، یعنی ریشه 5 جمع ریشه 3 و انا همین ضرب میشه و ریشه 5 میشه در مخرج میبینیم. در اینجا داریم ریشه 5 جمع ریشه 3 در قوس باز داریم 25 طرح 5 25 طرح 5 ریشه 15 تقسیم ریشه 5 و برابری در یک قوس رو می‌پوشیم. داریم ریشه 5 جمع ریشه 3 باز داریم در اینجا 25 طرح 5 ریشه 15. از اینجا ما میتونیم چطور؟ ما میتونیم 25 رو نویسیم 5 ضرب 5 طرح 5 ضرب ریشه 15 رو ما میتونیم نویسیم که 3 ضرب 5 قوس پوشیده تقسیم ریشه 5 باز ریشه 5 جمع ریشه 3 ضرب من میتونم در اینجا بینید که 5 ضرب 5 دارم باز در اینجا 5 دارم. من میتونم انا همین 5 رو از قوس برارم انا همین 5 رو من میتونم از قوس برارم در اینجا نویسم ضربی در داخل قوس میموند 5 طرح 1 تا 5 طرح این 5 رو من از قوس برآوردم در داخل ریشه باز میموند 3 ضرب 5 و تقسیم ریشه 5. بیاید من در اینجا اصلاح میکنم و در اینجا ببینید که این 5 و در اینجا نیست 5 داریم. من ریشه 3 ضرب 5 رو من میتونم ریشه 3 و ضرب ریشه 5 نویسم و خود 5 رو من میتونم که ریشه 5 ضرب ریشه 5 نویسم. یعنی من میتونم که خود 5 رو ریشه 5 ضرب ریشه 5 نویسم. در اینجا طرح داشته بله و در اینجا ضرب بود در اینجا باشه طرح و انا همین ریشه 5 رو نیز از قوس میبریم در اینجا، یعنی ریشه 5 از با این 5 ریشه 5 از قوس میبریم یعنی 5 ریشه 5 یک از ریشه های 5 باز این چونین ریشه 5 جمع 3 جمع ریشه 3 و باز ضربی در اینجا میموند ریشه 5 طرح ریشه 3 یک ریشه 5 رو ما از قوس برآوردیم تقسیم ریشه 5 در اینجا ریشه 5 با ریشه 5 میروند میموند 5 ضربی ریشه 5 جمع ریشه 3 ضرب ریشه 5 طرح ریشه 3 مفتی فرمای ضرب مختصر میشود ریشه 5 در کوادرات طرح 3 در کوادرات و این میشود که 5 طرح 3 این برابر میشود با 5 ضرب 2 در این است مثال 13. باز هم مثال‌های 14 و 15 برای همین مانند هستند. ما حل می‌کنیم مثال 16 رو برابری در اینجا 39 داریم و بیاید 39 رو همچون سومه 23 و 16 می‌نویسیم، یعنی ریشه در جای 39 می‌نویسیم که 23
3 جمع 16 جمع 8 ریشه 23. یعنی ما باید کوشش کنیم که در چنین مسئله ها انا همین داخلی ریشه رو همچون کوادرات سوما یا اینکه کوادرات فرق با کوادرات سوما با کوادرات فرق آوریم، بعد انا همون کوادرات با این ریشه اختصار میشه یگون خیلی. بعد در اینجا 23 جمع 16 داریم، این میشه 39 جمع 8 ریشه 23 و طرحی در اینجا نیز همین عمل رو اجرا میکنیم. یعنی 39 طرح 8 ریشه 23 رو بنویسیم که 23 جمع 16 این میشه 39 طرحی 8 ریشه 23 و بیاید اکنون انا همین 23 رو من میتونم نویسم که ریشه 23 باز در کوادرات 16 رو 16 همین طور میستد، یا اینکه 16 رو من میتونم 4 در کوادرات نویسم. در اینجا هم همین طور، یعنی من میتونم که ریشه گیرم باز با کوادرات بردارم 16 رو میشد با کوادرات میبردارم همچون 4 در کوادرات مینویسم. پس انا همین داخلی ریشه های ما مناسب شد با همون فرم ضرب مختصر. ببینید در اینجا داریم ریشه 23 در کوادرات، اول این رو مینویسم جمع 8 رو مینویسم که 2 ضرب 4 ضرب ریشه 23 بعد جمع 4 در کوادرات. یعنی ما داریم ریشه 23 در کوادرات جمع 2 ضرب ریشه 23 ضرب 4 جمع 4 در کوادرات. این مناسب با فرم ضرب مختصر که در اون اعضاهای A و B این میشه ریشه 23 و 4، یعنی ریشه 23 جمع 4 در کوادرات عمومی انا همین اعضا رو با هم میگم. طرحی باز همین طور ریشه 23 در کوادرات باز داریم طرحی 2 ضرب 4، یعنی باز این 8 رو نیست 2 ضرب 4 نیست ضرب ریشه 23 باز جمع 4 در کوادرات. این با فرمای کوادرات فرق، این از میشه با فرمای کوادرات سومایی 23 و ریشه 23 و 4 مناسب شدن. یعنی در اینجا ما پیدا کردیم ریشه 23 جمع 4 در کوادرات عمومی باز در تحت ریشه که کوادرات با ریشه میروند طرحی باز همین طور. در اینجا من علاقه کوادرات و ریشه رو نمینویسم، من مینویسم 23 ریشه 23 خاص میگیرم چون در اینجا طرح هست جمع طرحی در اینجا طرح میشه چون که در علامت پیش از دوچنده وسط ضرب اعضاها این طرح دارد از طرح 4. پس در اینجا داریم ریشه 23 جمع 4 طرح ریشه 23 طرح 4 ریشه 23 طرح ریشه 23 اینها میروند با ما میموند 4 طرح و این طرح میشود جمع، یعنی 4 جمع 4 میشود 8. این است جواب مثال 16. مثال های از 17 تا 22 و مثال های از 1 تا انا همون 17 مانند بودند. میتوانید از روی انا همون مثال های اول این مثال های 17 تا 22 رو حل کرده بینید و ما باشد انا همین مثال 23 رو میبینیم. در اینجا با ما داده شده است که انا همین کسر برابر 9 هست و ما باید 33 x طرح 23 جمع 71 رو یا بگیم که برابر چند میشود. بیایید هر دو طرف معادله رو ضرب میکنیم با انا همین مخرج، یعنی مخرج عمومی میدهیم و در اینجا مثل میکنیم که 3x طرح 4y جمع 8 برابر، یعنی انا همین مخرج با انا همین ضرب میشه. یعنی اگر هر دو طرف رو با انا همین مخرج ضرب دادیم این اختصار میشه در این طرف باشد 9 ضرب انا همین اعضا گویم میشه، یعنی 9 ضرب 4x طرح 3y جمع 8 یا اینکه بیاید من خاص رو میتونم اکنون 9 ضرب 4x طرح 9 ضرب 3y جمع 9 ضرب 8 و خاص رو میکشم اینجا میشود که ببینید 9 ضرب 4x میشود 9 در 4 36x طرح 9 ضرب 3y 9 در 3 27y جمع 9 ضرب 8 میشود 72 9 ضرب 8 72. اکنون ما باید چی رو ببینیم؟ ما باید ببینیم که 33x طرح 23y جمع 71، یعنی در اینجا ما باید یا در اینجا 33x داشته باشیم باید. پس بیایید برای اون که در اینجا 33x پیدا شود ما از این طرف این معادله طرح میکنیم 3x رو،
چون که از 36x اگر 3x رو طرح کنیم 33x میشود. باز در اینجا مینوس 27y داریم و باید ما مینوس 23y داشته باشیم. پس باید هر دو طرف معادله رو جمع میکنیم بعد 4y، چون که مینوس 27 پلس 4 میشود مینوس 23 و در اینجا باید 71 داشته باشیم. در اینجا 72 داریم، مینوس 1 میکنیم این میشود 72. یعنی اگر ما از طرف راست معادله انا همین قیمت رو طرح کنیم و ما حاصل میشود انا همین 33x طرح 23 جمعی 71 و از دست ما از طرف راست معادله انا همین بزرگی ها رو طرح میکنیم، ما باید از طرف چپ نیز طرح کنیم، چون که قاعده متمتیک چون است که ما باید از طرف چپ نیز طرح میکنیم. یعنی از هر دو طرف معادله انا همین قیمت رو طرح کردن میبینیم. ببینید 3x مینوس 3x این میشود 0. در اینجا باشد مینوس 4y پلس 4y باز میشود 0. پلس 8 مینوس 1 میشود 7 خالی، یعنی پلس 7. پلس 8 مینوس 1 میشود پلس 7. در طرف چپ معادله ما داریم پلس 7، یعنی 7 خالی داریم در طرف چپ معادله. در طرف راست معادله چی داریم؟ 36x طرح 3x انا همون 33x طرح 27x جمع 4y میشود 23y، یعنی باز همون 23y و جمع 72 طرح 1 باز همون 72 یعنی جواب مثال 23 ما این بوده است 7. ان همین قیمتی که از ما پرسیده است که با چند برابر است، این برابر بوده است با 7. از وقتی مثال های 24 و 25 و ان همین مثال 23 مانند است، ما مثال 26 رو میبینیم. در اینجا داده شده است که عددهای ناتورالی ا و ب چنانند که ا کوادرات تحت ب کوادرات برابر 23 می شود و ا جمع ا کوادرات جمع ب کوادرات ا کوادرات جمع ب کوادرات رو ما باید پیدا کنیم. از بس که این عددهای ا و ب ناتورالی می باشند و از بس که فرق کوادرات ها اونها 23 رو برای ما داده است، پس معلوم است که ا در اینجا از ب کلان است، یعنی ا در اینجا از ب کلان است و برای همین فرق ا از ب کلان باشد فرق آنها عدد 23 رو داده است. بیایید بنویسیم که ا کوادرات طرح ب کوادرات رو فرمول ضرب مختصر جدا میکنیم به ا جمع ب و ا طرح ب برابر 23. ببینید که 23 عددی ساده است، ما باید دو عدد رو با همدیگر ضرب کرده عدد 23 رو حاصل کنیم و 23 از بس که عددی ساده است باید یک از این عددها برابر 1 باشد و از بس که ا و ب عددهای ناتورالی هستند فرق آنها میتواند ا طرح ب برابر 1 باشد، ا جمع ب باشد برابر 23 می شود. یعنی ا جمع ب اگر 23 باشد و ا طرح ب برابر 1 باشد، معلوم است که در این عددها 22 و 1 می باشند. معلوم است که این عددها یعنی عدد ا از عدد ب 1 تا زیاد است، ا جمع ب برابر 23 که هست، ا طرح ب برابر 1 است. به در اینجا می نویسیم که ا کوادرات جمع ب کوادرات با چی برابر است؟ یعنی بیایید از اینجا حاصل میکنیم که ا جمع ب اگر 23 باشد ا طرح ب برابر 1 است. اینجا 23 اینجا 1. یعنی این سیستم رو با هم دیگر جمع میکنیم، معادله رو با هم دیگر جمع میکنیم میشه 2 ا برابر 24، یعنی ا برابر است و 12. یک از این عددها 12 بوده است، عدد دوم بوده است. البته که فرق آنها 1 باشد عدد دوم میشود 11. از در اینجا ا کوادرات جمع ب کوادرات این میشود 12 در کوادرات جمع 11 در کوادرات، یعنی 144 جمع 121 این میشود 265. یعنی این مثال 26 ما می باشد. مثال های 27 و 28 و مثال 26 مانند هستند. برای همین کار میکنیم مثال 29 رو میگوید که یکی از ریشه های انا همین معادله با 4 برابر است، یعنی x یک فرض کردیم با 4 برابر است، ما باید p رو بگیریم. پس در جای x انا همین 4 رو میگذاریم و p رو پیدا میکنیم. در جای x 4 رو گذاشتیم میشه 4 در کوادرات 16 طرح p طرح 2 در اینجا البته که ضرب است ضرب 4 طرح 12 برابر 9. در اینجا داریم 16 طرح 12 یعنی 4
4 طرح این 4 رو میتوانیم در این طرف هم نویسیم، فرق ندارد. 4 p طرح 2 برابر 0. یعنی در اینجای a طرح b برابر 0 پس a برابر b هست. یا اینکه میتوانیم 4 رو از قبل براریم. بله این طرح میکنیم. بیاید همین طرف 4 برابر است با 4 p طرح 2 یعنی a از یک عدد دیگر رو بگیریم. پس معلوم است که این عددها با هم دیگر برابر هستند. مولر رو با 4 تقسیم میکنیم، حاصل میکنیم که 1 برابر است با p طرح 2 و از اینجا p رو حاصل میکنیم که p برابر است با 2 با این طرف میگذارد 2 جمع 1 3. 2 منفی است و این طرف میگذارد مثبت میشود و جواب این مولر 3 میباشد. مثال های از 30 تا 34 و مثال 29 مانند هستند. ما حل میکنیم مثال 35 رو. داریم x کوادرات انا همین معادله رو داریم که یک از فرق ریشه های انا همین معادله با 4 برابر است. اما باید از اینجا ژ رو پیدا کنیم. فرق ریشه ها گفتیم یعنی اینجا معادله کوادراتی است، البته که معادله کوادراتی البته دو ریشه دارد و فرق ریشه های آن با 4 برابر است. ما باید ژ رو پیدا کنیم. بیاید معادله کوادراتی رو ریشه هایش رو می‌نویسیم. از در اینجا کوفیسیانت ای ما 1 میباشد. از این حساب ریشه معادله کوادراتی هنگامی کوفیسیانت ای اون با 1 برابر بودن چنین میباشد. x 1 و 2 اینجا هر دو ریشه ها x 1 و 2 برابر هستند. مینوس b تقسیم 2 پلس مینوس ریشه انا همه b تقسیم 2 در کوادرات طرح 3 که در اینجا اعضای 3 ما این ژ میباشد، اعضای b ما مینوس 6 و اعضای ای ما البته 1 است. برای همین من در اینجا r رو ننوشتم و x 1 ما این میشود x 1 این میشود در جای هنگام x 1 پلس رو میگیریم. ما در اینجا پلس رو میگیریم، هنگام x 2 مینوس رو x 1 ما این میشود مینوس b تقسیم 2 b ما خودش مینوس 6 است. پس 6 تقسیم 2 میشود 3 پلوسی انا همین 3 یعنی انا همین b تقسیم 2 در کوادرات یعنی 3 در کوادرات این میشود 9 طرح ژ ما 3 ما این ژ میباشد. x 2 باشد این میشود 3 در اینجا پلس مینوس بود، در x 2 مینوس رو میگیریم 9 طرح ژ و x 1 طرح x 2 برابر 4 است. یعنی از انا همین معادله ها رو از هم دیگر طرح میکنیم. x 1 طرح x 2 این معادله رو طرح میکنیم. طرف چپ اینها میدهد x 1 طرح x 2 طرف راست باشد 3 ها اختصار میشن میدهند انا همین ریشه طرح باز طرح انا همین ریشه یعنی 3 ها اختصار میشن میموند 9 طرح ژ طرح باز طرح ریشه 9 طرح ژ و یعنی x 1 طرح x 2 برابر است با انا همین داخل ریشه طرح با طرح جمع میشود 2 تا داخل ریشه یعنی ریشه جمعی باز همون ریشه این میشود 2 باز همون ریشه 9 طرح ژ و از وقتی x 1 طرح x 2 برابر است با 4 مورد شرط مسئله 4 برابر است با 2 ریشه 9 طرح ژ و معادله رو با 2 که تقسیم کردیم میموند در جای 4 با 2 اختصار میشود 2 میموند این 2 اختصار میشود میموند 9 طرح ژ و باز از هر طرف معادله کوادرات میگیریم حاصل میکنیم که 4 برابر است با 9 طرح ژ و اگر ژ رو پیدا کنیم این میشود 9 طرح 4 ژ برابر میشود با 5. این بود مسئله مثال 35. مثال 38 رو دیگه میبریم. شرط مثال چون است که در معادله انا همین معادله ریشه های x1 و x2 برابری زیرین را قناعت میکنند و قیمت ژ را ما باید یابیم. یعنی در انا همین معادله ریشه ها چنین ifade را قناعت میکنند و ما باید ژ را یابیم. بیاید اول ریشه های انا همین معادله را مینویسیم که با چه برابر هستند. در مثال قبلی ما ریشه های معادله درجه a برابر 1 است، کوفیسیانت نزد x کوادرات یعنی برابر 1 است. ما نوشتیم که x1 در یکمش جمع رو میگیریم x1 برابر است با مینوس b تقسیم 2 یعنی
در اینجا بی ما 16 است، مینوس آن مینوس 8 مینوس آن مینوس 16 تقسیم 2 مینوس 8 مینوس ب تقسیم 2 هنگام یکم بودن پلوس میگیریم ریشه انا همین در کوادرات، یعنی انا همین چیزی که ب تقسیم 2 در کوادرات یک جای در کوادرات یعنی 8 در کوادرات اینو شاید 64 تابع اعضای سه ما این ژ است. این مدل این ریشه یکم مدل x یک ریشه دوم اون باشد میشود مینوس 8 در اینجا در جای پلوس مینوس میشود باز همون 64 تابع ژ و ما باید میگوید که شکل مثال میگوید که انا همه ریشه ها چون این مدل را قناعت میکنند ما باید ژ را یابیم. پس بیاید معادله دوم رو با 2 ضرب میزنیم و حاصل میکنیم. یعنی معادله یکم رو مینویسیم x یک برابر است با مینوس 8 پلوس ریشه 64 تابع ژ. معادله دوم باشد با 2 ضرب میزنیم میشود مینوس میشود 2x2 برابر مینوس 16 مینوس 2 ریشه 64 تابع ژ و از آن همین سیستمی که در اینجا داریم از معادله یکم معادله دوم رو طرح میکنیم. در طرف چپ معادله حاصل میکنیم x1 تابع 2x2 برابر است با مینوس 8 مینوس 16 مینوس و مینوس میشود پلوس میشود 16 مثبت تابع 8 میشود 8 مثبت. در اینجا پلوس داریم از آن همین ریشه مینوس میکنیم مینوس دو چنده آن همین ریشه رو یعنی باز مینوس در اینجا اون معادله ها رو طرح کرده استودیم از بس مینوس و این مینوس پلوس میشود داریم دو تا ریشه جمعی باز یک تا ریشه میشود که جمعی 3 تا آن همین خیلی تحت ریشه 64 تابع ژ و موافق شد که مثلا آن همین x1 تابع 2x2 این برابر است با 8 برابر است با 8 جمعی 3 ریشه 64 تابع ژ. از هر دو طرف این معادله 8 رو طرح میکنیم یعنی طرح 8 میکنیم معادله رو حاصل میکنیم که در این طرف 9 برابر است با 3 ریشه 64 تابع ژ. از اینجا معلوم میشود که 64 تابع ژ برابر 9 است پس ژ برابر است با 64 یا اینکه 64 برابر است با ژ. این بود جواب مثال 38. مثال 38 را دیده میبریم. شرط مثال چون است که در معادله انا همین معادله ریشه های x1 و x2 برابری زیرین را قناعت میکنند و قیمت ژ را ما باید یابیم. یعنی در انا همین معادله ریشه ها چنین ifade را قناعت میکنند و ما باید ژ را یابیم. بیاید اول ریشه های انا همین معادله را مینویسیم که با چه برابر هستند. در مثال قبلی ما ریشه های معادله درجه a برابر 1 است کوفیسینت نزد x کвадрат یعنی برابر 1 است. ما نوشتیم که x1 در یکمش جمع ما میگیریم x1 برابر است با مینوس b تقسیم 2 یعنی در اینجا b ما 16 است مینوس آن مینوس 8 مینوس آن مینوس 16 تقسیم 2 مینوس 8 مینوس b تقسیم 2 هنگام یکم بودن پلوس میگیریم ریشه انا همین در کوادرات یعنی انا همین چیزی که b تقسیم 2 در کوادرات یک جای در کوادرات یعنی 8 در کوادرات اینو شاید 64 تابع اعضای سه ما این ژ است. این معادله این ریشه یکم معادله x یک ریشه دوم اون باشد میشود مینوس 8 در اینجا در جای پلوس مینوس میشود و تمام 64 تابع ژ و ما باید میگوید که شکل مثال میگوید که انا همه ریشه ها چون این معادله را قناعت میکنند ما باید ژ را یابیم. پس بیاید معادله دوم رو با 2 ضرب میزنیم و حاصل میکنیم. یعنی معادله یکم رو مینویسیم x1 برابر است با مینوس 8 پلوس ریشه 64 تابع ژ. معادله دوم باشد با 2 ضرب میزنیم میشود 2x2 برابر مینوس 16 مینوس 2 ریشه 64 تابع ژ و از آن همین سیستمی که در اینجا داریم از معادله یکم معادله دوم رو طرح میکنیم. در طرف چپ معادله حاصل میکنیم x1 تابع 2x2 برابر است با مینوس 8 مینوس 16 مینوس و مینوس میشود پلوس میشود 16 مثبت تابع 8 میشود 8 مثبت. در اینجا پلوس داریم از انا همین ریشه مینوس میکنیم مینوس دو چنده انا همین ریشه رو یعنی باز مینوس در اینجا اون معادله ها رو طرح کرده استودیم
از بس مینوس و این مینوس پلوس می شود. داریم دو تا ریشه جمعی باز یک تا ریشه می شود که جمعی 3 تا انا همین خیلی تحت ریشه 64 تحت جی و موفق شد که مثلا انا همین x1 تحت 2x2 این برابر است به 8 برابر است به 8 جمعی 3 ریشه 64 تحت جی. از هر دو طرف این معادله 8 رو طرح میکنیم ترک 8 میکنیم معادله رو حاصل میکنیم که در این طرف 9 برابر است با 3 ریشه 64 ترک جی. از اینجا معلوم شد که 64 ترک جی برابر 9 است. پس جی برابر است با 64 یا اینکه 64 برابر است با جی. این بود جواب مثال 38. مثال 41 شاید مثال میگوید که عددهای x1 و x2 ریشه های آن همین معادله می باشند. ما باید آن همین جواب آن همین ifade را پیدا کنیم، یعنی 16 x1 کвадрат جمع x2 کвадрат به چند برابر می شود و x1 و x2 این ریشه های آن همین معادله می باشند. به ریشه های این معادله را می نویسیم. ریشه های معادله کвадراتی چنین هستند: x1 و 2 برابر است با مینوس کوفیشنت پیش از x، یعنی کوفیشنت b اینجا 3 هست، مینوس 3 پلوس مینوس ریشه 3 در کвадрат یعنی 9 b در کвадрат مینوس 4 از 3 ای ما 2 هست 3 ما مینوس 1 مینوس 4 کвадрат 2 8 جمع 8 ضرب 1 8 ضرب مینوس 1 مینوس 8 تقسیم 2 ضرب ای ما 2 هست یعنی 4. یعنی ریشه اولی ما x1 ما این می شود x1 برابر است با مینوس 3 پلوس ریشه 17 اینجا مینوس و مینوس پلوس می شود 9 جمع 8 17 می شود تقسیم 4 x2 ما باشد این می شود مینوس 3 مینوس ریشه 17 تقسیم 4 و ما باید همه ifade را ببینیم. یعنی x1 در کвадрат برداشته می شود جمع x2 نیز بر کвадрат برداشته می شود و آنها باید ضرب 16 می شود. x1 در کвадрат این می شود مینوس 3 پلوس ریشه 17 در کвадрат تقسیم مخرجش هم در کвадрат یعنی 16 جمع x2 در کвадрат یعنی مینوس 3 مینوس ریشه 17 در کвадрат تقسیم باز همون مخرجش هم در کвадрат x1 در کвадрат جمع x2 در کвадрат ضرب همه این ضرب 16 می شود و آن همین 16 اگر مخاطب کنیم و آن همین 16 ها اختصار می شوند و میموند تنها مینوس 3 پلوس ریشه 17 در کвадрат جمع آن اینش در کвадрат. پس بیاید موفقی فرم ضرب مختصر این را می بشویم. مینوس 3 در کвадрат این می شود 9 پلوس 2 ab یعنی 2 چنده مینوس 3 و ریشه 17 این می شود مینوس 2 ضرب 3 ضرب ریشه 17 از بس که خودی 3 منفی می باشد در اینجا مینوس پیدا می شود یعنی 2 ab باز پلوس b کвадрат یعنی ریشه 17 در کвадрат ریشه 17 در کвадрат این 17 می شود جمع همین کار با کسری با اعضای دوم مینوس 3 در کвадрат باز 9 مینوس در اینجا مینوس هست داره همین مینوس 2 ضرب باز مینوس 3 ضرب ریشه 17 باز پلوس 17 یعنی دیگه در اینجا چی می شود 9 داریم 9 هر دویشون مثبت هستند 17 مثبت هستند یعنی 9 دو تا 9 داریم 18 دو تا دیگر 17 داریم 34 18 جمع 34 این می شود 44 52 اکنون ماندن آن همین اعضاهای یعنی مینوس 2 ضرب 3 در اینجا مینوس با پلوس مینوس می شود و در اینجا باشد مینوس با مینوس پلوس می شود و در اینجا آن همین اعضای مو یعنی گفتیم مینوس با مینوس پلوس می شود یعنی می توانیم در اینجا چنین نویسیم و در اینجا می توانیم چنین نویسیم یعنی اینجا مینوس داریم در آنجا پلوس آنها اختصار می شوند میمونند تنها 52 یعنی این بود جواب مثال 41.
بگذاریم به حل کردن مثال 47 شرط مثال نگاه که ریشه معادله را یابیم. برای اون که در اینجا از علامت ریشه خلاص شویم از هر دو طرف معادله هر دو طرف معادله رو با کوادرات میبرداریم. پس تصادف میکنیم که در اینجا انا همین ریشه به کوادرات میبرداریم هر دو طرف معادله رو. پس در اینجا کوادرات با ریشه اختصار میشن میمونه 2020 تایی 6x. در اینجا میشه 10 در کوادرات این میشه 100 و انا همین معادله آسان رو کار کردنمون لازم است. 2020 تایی 6x یعنی 6x رو با اون طرف میبریم میشه 2020 تایی 100 رو با این طرف میگذارونیم 100 برابر است 6x اون طرف میره مثبت میشه اینجا میشه 2020 تایی 100 یعنی 1920 برابر است و 6x. از اینجا برای x رو پیدا کردن یعنی x برابر است به 1920 تقسیم 6 1920 تقسیم 6 این می شود 3 18 1 120 و 60 این می رسد 20 یعنی 12 تقسیم 6 2 یعنی جواب ما می شود که 320. این جوابی مثال 47 می باشد. مثال 50 شرط مثال میگوید که ریشه کلانترین معادله را یابیم. بیاید اول ما همین هر دو طرف معادله رو با کوادرات میبرداریم یعنی هر دو طرف معادله رو با کوادرات میبرداریم و حاصل میکنیم. در اینجا x در کوادرات حاصل میشود و اینجا ریشه از داخل ریشه از ریشه آزاد میشود x تربیع 4 برابر است و اینجا هم x از ریشه آزاد میشود اینجا هم از ریشه آزاد میشوند x کوادرات تربیع 32. بله ما هر دو طرف رو با کوادرات برداشتیم. اکنون ببینید که بیاید معادله رو با x تقسیم میکنیم. معادله رو با x تقسیم میکنیم حاصل میکنیم که در اینجا x تربیع 4 یعنی من معادله رو با x تقسیم کردم هر دو طرف آن رو x تربیع 4 در اینجا یک درجه x اختصار میشود در اینجا شد این x بماند x تربیع 4 برابر است و x کوادرات تربیع 32. پس این خالص رو میکشیم این خالص رو میکشیم بماند x ضرب x کوادرات تربیع 4x یعنی x ضرب 4 میشه 4x برابر در آنجا x کوادرات تربیع 32. بله و اکنون در اینجا x کوادرات ها اختصار میشن میموند مینوس 4x مینوس 32 برابر مینوس 32 یعنی در اینجا در دو طرف x کوادرات داریم اختصار میشن میموند مینوس 4x برابر مینوس 32 و مینوس یک معادله رو ضرب میزنیم میموند x برابر 32 تقسیم 4 برابر 8 و در اینجا گفته است که ریشه کلانترین معادله رو یابیم یعنی معادله ریشه خود دیگر داشت. در اینجا ببینید که انا همین معادله رو اگر ما اختصار نمیکردیم و x تقسیم نمیکردیم یعنی x کوادرات x تربیع 4 در اصل ما نمیدونیم که x با چند برابر است ما باید با آن تقسیم نکنیم. اگر x با 0 برابر باشد ما با 0 تقسیم کردن ممکن است برای همین آزی ما با x تقسیم نمیکنیم x کوادرات x تربیع 4 برابر است با x کوادرات تربیع 32 یعنی در اینجا ما کمی خطا کردم جواب حاصل شد ولی من باید با x تقسیم نمیکردم. در اینجا ببینید که بیاید خاص رو میکشیم x در x کوب تربیع 4x کوادرات برابر است با باز x کوب تربیع 32x و در اینجا x کوب ها اختصار میشوند میموند مینوس 4x کوادرات برابر مینوس 32x و در اینجا چی حالی طرف میشن ببینید که من 32x رو با این طرف میگذارم مینوس 4x کوادرات پلوس 32x برابر میشن به 0. پس x رو از خاص میبریم در اینجا x رو از خاص میبریم x میموند 4x مینوس 4x پلوس 32 برابر 9 یعنی در اینجا من x رو از خاص برآوردم
مینوس 4x پلوس 32 برابر 9 و ببینید که در اینجا حاصل ضرب دو عدد x و آن همین عدد، یعنی x با آن همین عدد حاصل ضربشون برابر 9. هنگام حاصل ضرب دو عدد همان وقت 9 بشود که یکی از آنها برابر 9 باشد. یعنی در اینجا یا اینکه x برابر 9 است، یعنی یا اینکه عدد یکم برابر 9 است، یا اینکه مینوس 4x پلوس 32 برابر 9 است. یعنی در اینجا میتونیم از این رشته یکمی مدل ما باشد x یک، رشته دومی ما باشد x2 برابر 8. یعنی اینجا حاصل کردیم 8 و رشته کلانترین مدل 8 میباشد. یعنی اگر چنین باز ما در اینجا مینوس 8 حاصل میکردیم جواب ما خطا میبود، چون که رشته کلانترین مدل 9 میگشت، ولی در اینجا رشته کلانترین مدل 8 بوده است، چون که 8 از 9 کلانتر است. این بود مثال 50. مثال 53 در اینجا میگوید که سوم رشته‌های مدل را یابید. از بس در اینجا مدل هست میتواند داخل همین مدل x کوادرات ضرب 2x برابر 8 شود، یا اینکه مینوس x کوادرات ضرب 2x برابر 8 شود. یعنی در اینجا همین مدل چنین دو شکل میگیرد و اینجا سیستم نمیشه دو شکل میگیرد. بیاید این هر دو این وریانت رو حل میکنیم و میبینیم که مدل ما چند رشته دارد. ما باید سوم رشته های مدل رو ببینیم. مدل یکم رو حل کرده ببینیم. مدل یکم x کوادرات ضرب 2x 8 رو با اون طرف میبریم، ضرب 8 برابر میشد با 9. و مدل دوم رو ببینید که اگر ما در مدل یکم دیسکریمینانت یابیم مینوس 2 در کوادرات 4 میشود. مینوس 4 است از بس که 8 منفی است، دیسکریمینانت رو کلان 9 میبرد. ولی در اینجا باشد مینوس x کوادرات مینوس با مینوس پلوس 2x 8 و این طرف میگذارد مینوس 8 برابر 9. دیسکریمینانت مدل دومی ما بینید که b کوادرات یعنی 2 در کوادرات مینوس 4 ضرب مینوس 1 ای ما مینوس 1 است، تی ما مینوس 8 مینوس با مینوس پلوس میشوند. 4 کرده 8 32 از 4 32 رو گیریم مینوس 28 میشود. یعنی دیسکریمینانت در مدل دوم خردی 9 میشود. این معنی آن را دارد که مدل دوم رشته حقیقی ندارد. برای همین ما باید رشته های مدل سوم رشته های مدل یکم را یابیم و خلاص. و سوم رشته های مدل یکم را موافقی تئورم ویت گفته میتوانیم که در آنجا تئورم ویت میگوید که سوم رشته های مدل کوادراتی x1 جمع x2 برابر است و مینوس کوفیشنت b. کوفیشنت b این پیش از x است، یعنی مینوس 2 این برابر است با 2. این بود مثال 53. مثال 56 الان ما به مسئله های خطی رسیدیم. در مسئله 56 میگوید که برای رقم گذاری صحیفه های کتاب از صحیفه یکم سر کرده 774 رقم لازم شد. کتاب از چند صحیفه عبارت است؟ ببینید که رقم در اینجا وقتی ما فرض کردیم که در صحیفه 24 هستیم در آنجا دو رقم استفاده می شود. در صحیفه 25 هم دو رقم، همینطور 774 رقم استفاده شده است و اون باید یابیم کتاب از چند صحیفه عبارت است. بیایید میبینیم که اگر کتاب ببینیم که از عددهای 1 تا 9 چند رقم موجود است. از عددهای 1 تا 9 از بس که در کتاب میگوید که سر کرده از صحیفه یکم، یعنی در آنجا صحیفه نهم نیست، یعنی ما از صحیفه یکم شروع میکنیم. پس از 1 تا 9 رقم باشد. یعنی من در اینجا می‌نویسم که از 1 تا 9 رقم باشد و ولی در اینجا 774 رقم است. پس معلوم است که در صحیفه های کتاب از 9 زیاد است. اینجوری از 10 تا 99 که این رقم ها این عددها دو رقمه هستند، یعنی هر یک این عددها که در اینجا 90 تا عدد می باشد و هر یک اینها دو رقمه می باشند. پس در اینجا 102 ضرب 90 180 رقم استفاده شده است. در عموم اگر صحیفه کتاب 99 تا می بود در آن 189، یعنی این رو با این جمع میکنیم. اگر در کتاب 99 صحیفه می بود آن از 189 برای این صحیفه ها 189 رقم ثبت میشد، ولی این 774 از این هم کلان است. پس بعد از این میبینیم که 774 در اینجا 189
رقم فقط در عددهای در صحیفه‌های از 1 تا 99 می‌رود. پس بیایید از 774 طرح می‌کنیم 189 رو. این برابر می‌شود و از 14 9 رو می‌گیریم 5، از 16 8 رو می‌گیریم 8، از 6 1 رو می‌گیریم 5. 585 صحیفه دیگر فقط در عددهای از 99 بالا، یعنی عددهای سه رقمه صرف می‌شود. پس بیایید ببینیم که چند عدد سه رقمه ما با واسطه 585 چند عدد سه رقمه را ساخته می‌کنیم. 585 رو برای این به 3 تقسیم کردن لازم است. به 3 تقسیم می‌کنیم و می‌بینیم که 1 3 طرح می‌کنیم. از 5 3 رو می‌گیریم 2 8 رو می‌فراریم. 28 به 3 9 9 در 3 27 باز همین طور 1 و 5 195 195 صحیفه دیگر از 100 تا انا همون صحیفه که به ما لازم است تا یکم x و ما لازم شد 195 صحیفه دیگر. یعنی معلوم است که کتاب ما 295 صحیفه داشته است، چون که تنها از 100 تا انا همون عدد x ما 195 صحیفه دیگر داریم. پس کتاب ما 195 جمع 100 برابر 295 صحیفه دارد. در اینجا از بس که 100 خودش حساب میشه، یعنی 100 علاقه عدد سه رقمه است، برای همین ما از 99 بالا یعنی از 100 علاقه شروع میکنیم. در اینجا 195 صحیفه بعد از 99 ساخته میشود با واسطه همین قدر رقم. پس در اینجا 195 رو باید ما با 99 جمع کنیم. در اینجا حاصل میشه 294. یعنی جواب این مسئله 56 این میشه 294. چرا جمع 100 نکردیم؟ ما در اینجا خطا کردیم چون که 100 خودش عدد سه رقمه است. یعنی بعد از 99 از 100 تا الان اون عدد در پای ما باید 99 رو با 195 جمع کرده بینیم که این 294 رو میدهیم. مسئله 59 شرطش این است: در مکتب از 77 نفر خوانندگان صنف 11 از 77 نفر خوانندگان صنف 11 29 نفر زبان انگلیسی، 36 نفر زبان روسی و 13 نفر هر دو زبان را میکنند. یعنی 29 نفر زبان انگلیسی، 36 نفر زبان روسی و 13 نفر هر دو زبان را میدونند. ما باید بگوییم که هر زبان رو چند نفر خوانندگان صنف 11 نه زبان انگلیسی رو میدونند و نه زبان روسی رو. ببینید در اینجا داریم خوانندگانی که تنها زبان روسی رو میدونند، زبان انگلیسی رو میدونند و زبان روسی رو نه. داریم خوانندگانی که زبان روسی رو میدونند و زبان انگلیسی رو نه. و داریم خوانندگانی که هر دو زبان رو میدونند. و اگر شماره انا همین ها رو دانیم، ما از 77 انا همون شماره رو طرح کرده می‌یابیم که چقدر خوانندگان عموما زبان‌های انگلیسی و روسی رو نمیدونند. ببینید از 29 نفر خوانندگانی که زبان انگلیسی رو میدونند، 13 نفر آنها زبان روسی رو نیز میدونند. پس خوانندگانی که زبان انگلیسی رو تنها زبان انگلیسی رو میدونند، آنها 29 تا 13 میباشند. 29 تا 13 نفر هستند که 16 نفر، یعنی 16 نفر خوانندگان تنها زبان انگلیسی رو میدونند و زبان روسی رو نمیدونند. و از این 36 نفر باشد 36 تا 13 میشود 23 نفر خوانندگان تنها زبان روسی رو میدونند و زبان انگلیسی رو نمیدونند. و این چونین 13 نفر خوانندگان دیگر هم این زبان رو میدونند هم اون زبان رو. پس اگر ما از 77 طرح کنیم انا همین تو یعنی همین شماره ها رو، یعنی 16 جمع 13 جمع 23، این خوانندگان میباشند که تنها زبان انگلیسی، این خوانندگان میباشند که تنها زبان روسی، این خوانندگان میباشند که هر دو زبان ها را میدونند. از 77 از شماره عمومی خوانندگان صنف 11 طرح میکنیم شماره عمومی خوانندگانی که زبان های خودش را میدونند. این حاصل میشود که خوانندگانی که نه زبان انگلیسی رو میدونند نه زبان روسی رو. پس 77 طرحی در اینجا میشود 29 باز 29 53 یا 43. بعد 53 میشه 77 طرح 53 اب 52 میشود این میشود 25. یعنی 25 نفر خوانندگان
عموما زبان انگلیسی و روسی رو نمیدونن. این بود مسئله 59. بگذاریم به حل کردن مثال 62. شرط مسئله 62 شرط مسئله میگوید که ولوسپدرون از دهه A تا دهه B با سرعت 15 کیلومتر تقسیم ساعت رفته در بازگشت از دهه B به دهه A با سرعت 10 کیلومتر تقسیم ساعت حرکت کرد. سرعت میانه ولوسپدرون را در همه راه سفر یابید. پس ما داریم دهه A و دهه B که ولوسپدرون همین راه رو از دهه A و B با سرعت V1 یعنی با سرعت 15 کیلومتر تقسیم ساعت می رود و از آن طرف با سرعت 10 کیلومتر تقسیم ساعت می آید و ما باید سرعت میانه ولوسپدرون را در همین راه یابیم، در تمام راه یابیم. سرعت میانه دوسته این تمام راهی که جسم طی میکند، یعنی در حالت ما تمام راهی که ولوسپدرون طی میکند تقسیم تمام وقتی که در طی کردن همین راه سپری می شود و میبینیم که تمام راه ما از A تا B یعنی ولوسپدرون هنگامی رفتن A B رو طی میکند، هنگامی آمدن هم باز همان مسافه رو. پس مسافه‌ای که در عموم ولوسپدرون طی میکند این می شود که 2AB و این تمام مسافه آن می باشد. تقسیمی تمام وقتی که سپری می شود. تمام وقتی سپری می شود این وقت رفتن ولوسپدرون جمع وقتی اومدنش. وقتی رفتنش چی می شود؟ وقتی رفتنش این می شود همون AB تقسیم سرعت رفتنش یعنی 15 کیلومتر تقسیم ساعت. این وقتی رفتن جمع وقتی اومدنش باشد همون AB تقسیم سرعت اومدنش یعنی 10 کیلومتر تقسیم ساعت و این باشد سرعت میانه ولوسپدرون رو به ما میدهد. در اینجا AB ها اختصار می شوند چون که در اینجا بینید که اگر ما AB رو از خلف براریم در بالا هم AB داریم اختصار می شوند و سرعت و مخرج رو من به 30 ضرب میزنم، یعنی بالا رو هم سرعت رو هم به 30 ضرب میزنم، مخرج رو هم به 30، یعنی با عباره دیگر من مخرج عمومی میدهم. وقتی بالا رو به 30 ضرب میزنم 2 ضرب 30 می شود 2 ضرب 30. پایین رو با 30 ضرب میزنم 30 به 15 اختصار می شود میموند 2 جمع 30 به 10 اختصار می شود میموند 3 یعنی 2 ضرب 30 این می شود 60 تقسیم 2 جمع 3 5 و جواب ما می شود که 60 تقسیم 5 یعنی 12 کیلومتر تقسیم ساعت. این بود مسئله 62. میگذاریم به حل کردن مسئله 68. میگوید که سرعت جریان دریا با 4.6 کیلومتر تقسیم ثانیه ساعت برابر است 4.6 کیلومتر تقسیم ساعت. این سرعت جریانی دریا 4.6. قایق در 4 ساعت برای جریان 154.4 کیلومتر حرکت کرد، یعنی مسافه‌ای که در عموم طی میکند 154.4 کیلومتر مسافه‌ای که در 4 ساعت طی میکند قایق. ما باید چی رو بگوییم؟ ما باید سرعت خاصی قایق رو بگوییم، یعنی سرعت خود قایق رو بگوییم. این را سرعت جریان آب میگوییم، با یگان او اشاره میکنیم. این را باشد مسافه‌ای که اون طی میکند s، این را باشد t و ما باید v سرعت خود قایق v رو بگوییم. ببینید که هنگامی در اینجا در شرط مسئله دوست است که قایق 4 ساعت برایش جریان حرکت میکند، یعنی وقتی قایق برایش جریان حرکت میکند یعنی این دریا باشد اگر الان سمت روش جریان وقتی قایق به همین سمت حرکت میکند سرعتش v هست. هنگامی حرکت کردن به سمت روش سرعت نتیجوی آن یعنی در نتیجه سرعت آن جمع میشود زیاد میشود چون که در اینجا باز سرعت جریان آب هست. برای همین سرعت عمومی آن یعنی سرعت نتیجوی آن سرعت نتیجوی برابر می شود با v جمع او برابر می شود و همین سرعت با واسطه همین سرعت نتیجوی قایق در 4 ساعت 154 کیلومتر را طی کرده است. پس سرعت نتیجوی قایق این برابر است با 154 کیلومتر مسافت، یعنی مسافت تقسیم به کیلومتر تقسیمی در 4 ساعت، یعنی سرعتی در نتیجه با واسطه سرعت نتیجویش حرکت میکند قایق و با واسطه سرعت نتیجوی در 4 ساعت همین قدر مسافت را طی میکند و ما باید 154 از 10 4 رو با 4 تقسیم کنیم
140 با 4 154 از 10 4 با 4 این می شود 3 15 با 4 3 باز میموند باز ته دیگر 34 با 4 8 24 با 4 6 38 از 10 6 کیلومتر تقسیم ساعت این بوده سرعت نتیجوی قید و اگر سرعت جریان آب 4 از 10 6 کیلومتر تقسیم ساعت باشد پس سرعت خود قید این می شود که سرعت نتیجوی یعنی 38 از 10 6 تر سرعت جریان آب 4 از 10 6 این برابر می شود با 34 بله 34 کیلومتر تقسیم ساعت این بود مسئله 68 می‌گذاریم به حل کردن مسئله 75 شرط مسئله میگوید که دو کارگر همراه کار کرده سفارش را در 8 ساعت میتوانند اجرا کنند اگر کارگر یکم علاویده کار کند این سفارش را نظر به کارگر دوم 12 ساعت تیزتر اجرا میکند اگر کارگر دوم تنها خودش کار کند این سفارش را در چند ساعت کار کرده میتواند اجرا کند یعنی در یک جایگه آنها یک سفارش را در 8 ساعت کار میکنند این 8 ساعت رو بنویسیم 8 ساعت و اگر کارگر اول خودش تنها کار کند انا همین سفارش رو 12 ساعت تیزتر اجرا میکند فرض کردیم که کارگر دوم همین سفارش رو در ته قدر وقت اجرا میکند یعنی ته فرض کردیم 20 ساعت و کارگر یکم موافق شرط مثلا انا همین سفارش رو 12 ساعت تیزتر اجرا میکند یعنی این کارگر دوم وقتی کارگر دوم اجرا میکند یکم ته یعنی 20 ساعت فرض کردیم 20 ساعت کارگر یکم این رو 12 ساعت زودتر یعنی در 8 ساعت این رو 20 نمیگیم فرض کردیم 25 کارگر یکم 12 ساعت تیزتر یعنی در 13 ساعت من مثال آورده استم ولی چونی نیست کارگر یکم یعنی 12 ساعت تیزتر اجرا میکند پس وقتی که کارگر یکم صرف میکند نظر بر وقتی کارگر دوم صرف میکند 12 ساعت کمتر است پس کارگر یکم وقتش برابر میشود با ته کردی 12 یعنی اگر کارگر دوم این وقت رو در ته ساعت اجرا کند کارگر یکم این را موافق شرط مثلا در ته کردی 12 ساعت اجرا میکند که ما باید انا همین ته رو یابیم و هر روی اونها در 8 ساعت اجرا میکنند انا همین کار رو پس در اینجا فرض کردن که انا همین کاری که اونها باید اجرا کنند اهم میباشد و وقتی یک کارگر آن رو اجرا میکند توانایی کار اجرا کنی آن توانایی کار اجرا کنی کارگر اول فرض کردن که تقسیمی انا همین کار تقسیم وقت میشود یعنی کار تقسیم وقت توانایی کار اجرا کنی آن میشود یا که در اون انا همین کار را در مدت وقتی 8 ساعت آنها یک جای اجرا میکنند یک جای اجرا میکنند یعنی این توانایی نتیجوی کار اجرا کنی هر دو آنها است که وقتی آنها یک جای کار اجرا میکنند توانایی کار اجرا کنی هر دو آنها جمع میشود یعنی وقتی دو کارگر یک جای کار را اجرا میکنند توانایی کار اجرا کنی آنها جمع میشود پس انا همین کار رو توانایی کار اجرا کنی کارگر یکم این میشود خودی انا همین کار تقسیمی وقتی که کارگر یکم این کار رو اجرا میکنه یعنی ته کردی 12 جمعی باز توانایی کار اجرا کنی کارگر دوم تقسیمی خودی ته یعنی این توانایی کار اجرا کنی کارگر یکم میباشد ته کردی 12 موافق شرط مثلا این توانایی کار اجرا کنی کارگر دوم میباشد و هر بینها رو اگر جمع کنیم توانایی کار اجرا کنی یک جای آنها یعنی یک جای آنها همین کار را در 8 ساعت اجرا میکنند پس در اینجا مدیله رو با تقسیم میکنیم یعنی ها اختصار میشوند میموند 1 تقسیم 8 برابر است با 1 تقسیم ت کردی 12 جمع 1 تقسیم ت که از اینجا ما باید ت رو پیدا کنیم پس چطور میکنیم 1 تقسیم 8 رو در اینجا به تغییر میمونیم میتونیم در اینجا مخرج عمومی دهیم با اینجا ت میرسد با اینجا ت کردی 12 میرسد ت کردی 12 میرسد مخرج عمومی همون میشود که ت کردی 12 ولی ما در اینجا باید ت رو پیدا کنیم در بالا باشد ت ضرب 1 ت جمع ت کردی 12 در بالا باشد 2 ت کردی 12
در می شود که ت تعریف 12 بیاید 8 رو هم با اون طرف، یعنی 8 رو مدله رو هر دو طرف مدله رو با 8 در میدن، در اینجا 1 میمونه. 1 یا یکی بیاید چطور میزنیم الان همین با مانند x در میزنیم مدل رو 1 رو با این مخرج و صورت رو با این 8 در میزنیم. حاصل میگیریم که 8 2 ت تعلیق 12 برابر است با 1 ت تعلیق 12 و در اینجا 8 ضرب 2 می شود 16 ت تعلیق 8 ضرب 12 می شود 96 برابر است با ت کوادرات تعلیق 12 ت. اینجا مدل کوادراتی می شده است فکرم. پس انا همین 16 ت رو با اون طرف میبریم، در این طرف داریم ت کوادرات تعلیق 12 ت باز تعلیق 16 ت رو با اون طرف بودیم، یعنی مثبت بود منفی شد. 96 رو با اون طرف میبریم، جمع 96 برابر 9 و مینوس 12 ت مینوس 16 ت این میشود که مینوس 28 ت. ت کوادرات مینوس 28 ت جمع 96 برابر 9 دیسکریمینانت برابر می شود با ب کوادرات، یعنی 28 در کوادرات این می شود که 8 کرد 8 4 4 6 دارید، 8 کرد 2 16 و 16 32 6 38 8 دارید، 2 کرد 2 4 4 و 3 2 کرد 2 4 4 و 3 7 784 784 و ب کوادرات مینوسی 4 ضرب کلسیم ای مویقت ضرب 3 مون 96 این برابر میشه به 784 تعلیق 4 کرد 96 این میشود که 400 تعلیق 16 400 تعلیق 16 میشن 384. بله اکنون از 784 384 رو میگیریم میموند 400. این دیسکریمینانت اکنون ت1 برابر است با مینوس ب، یعنی مینوس 28 میشود 28 جمع ریشه 420 تقسیم 2 ایمو یک است. این میشود 28 جمع 20 28 جمع 20 این میشود 48 تقسیم 2 24 ساعت، یعنی کارگر یکی در 24 ساعت کارش رو میکند. ت2 برابر است با 28 تعلیق 20 تقسیم 2 این میشود 28 تعلیق 20 این میشود 8 تقسیم 2 4 ساعت. ولی این جواب البته حقیقی نیست، چون که اگر هر دو این کارگران در 8 ساعت کار رو اجرا کنند هیچ وقت یک از اونها در 4 ساعت اجرا کردن نمیتونند. یعنی وقتی که یک از کارگر آن رو اجرا میکند همه وقت باید از 8 ساعت زیاد باشد. یعنی این جواب ریشه جمله رو ما قبول نمیکنیم، تنها 24 ساعت را قبول میکنیم. خلاص این بود مسئله 75.